شرطی که؟ به شرطی که؟ هیچی. به شرط این که به یه پارتی حسابی ما هم مهمون کنیم. یارو بیرون. دوست دارم کارت مفته من اومدم چون از ته راهی که تو داری معلومه که میترسم. همیشه میترسم. ولی من به خاطر ترس جا نمیزنم. بابای خدا بیامرزه تو خوابش هم نمیدید پسرش یه روز سوار ماشین چهارچرخ باشه. باید بیاد ببینه. ببین پسرم، من نور نمک پدر شما خوردم، ولی شما هم کم خوبی ندیدی از پدر من. حالا درسته دستش تنگ بود قبول، ولی خب من به جای اون کار کردم. هر کاری از دستم برآمده کردم. 1000 تومان شما رو بکنم 2000 تومان. بعدش هم فرق است بین آدم با ارزه و بی ارزه. شما بدقولیتون ما رو عقب انداختین آقای جورج. شما قبلا این کار رو با ما کردین؟ بله کردیم، تو اونش هم دادیم ندادیم. ما نمیخوایم به جای شما تصمیم بگیریم. شما میتونید یا با شرایط جدیدمون کنار بیایید یا ما رو با اوکراینیا و روسا تنها بذارید. ما تنهاشون میذاریم که فکراشونو بکنن. روز خوش. کردن نداره. پیاده شو. تو چه جور بابایی هستی آخه؟ ها؟ صورتمو نمیبینی؟ دست و پاهامو ندیدی؟ من بدم میاد از این ورزش. میسم چرا با من یکی بدو میکنی؟ برو باشگاه. دوست ندارم این ورزشو. اصلا شما چرا انقدر به من زور چون دوست نداری باید بری. چون خوشت نمیاد باید بری. میسم بابا، تو دنیا یه چیزایی هست آدم خوشش نمیاد. یه آدمایی هست آدم باشون حال نمیکنه، ولی مجبوری که باشون روبرو باشی. چرا؟ که به هدفت برسی. اگه قرار باشه جا بزنی همیشه بازنده. آدمای صبورم یه جایی کم میارن دیگه. من نمیرم سراغشون هیچ وقت. اون باید بیاد سراغ من که میاد. آدماشو فرستاده. همین امروز یکشونو کله کن کردم. سهم میخوای سهم میخوای بشین. این چه حرفیه پسرمو؟ هر حال همه ما تو شرکت سهم داریم. این همه سند و امضا دادیم. تو بیشتر از لیاقتت برداشتی. خفه خون میگیری یا نه؟ بشین. بس کنید این حرفا رو، به خدا زشته. این نمیدونه از کجا اومده. تو بعد تو همون دهات میموندی بیل میزدی. ناصر پیش من که هرچی هست میمونه تا بفهمیم چی کاره ایم. مگه دست توه؟ دست منه. اون نروژی هم دست منه. تو حسابم تو دبی. حساب که من خر دیشب هم آسپرینمو نخورد.